دیده یه سری آدمای خوب که معلومه هیچی هم تو دلشون نیست، واسه معذرت خواهی کردن از بقیه دست و بالشون میلرزه. دلیلشو من میدونم. نه به این دلیل که من آدم خوبیم که تو دلش هیچی نیست. نخند. بیشترش به این دلیله که خب خودم هم تو این شرایط گیر افتادم. اینجوری شروع میشه که تو هی از این ور اونور میشنوی که فلانی ازت دلخوره، هی هر جا میشینه راجع به کاری که تو باهاش کردی حرف میزنه. خب تو هم به گوشت میرسه دیگه. بعد پیش خودت میگی ای بابا فلانی منظور منو بد فهمیده، یا اینکه من فکر نمیکردم اینقدر ناراحت بشه. بعد میری سراغش که معذرت خواهی کنی. بعد تازه اون موقع است که میفهمی ای بابا این بنده خدا دنبال معذرت خواهی نبوده، اون فقط از توجهی که با حرف زدن پشت ما میگرفته ارضا میشه. ما هم میذاریم ارضاشه. اینجوری میشه که تعداد آدمایی که معذرت خواهی میکنن کمتر و کمتر و کمتر میشه. اگر با کسی مشکل داری به خودش بگید، این بر اون بر جار نزنید. شاید معذرت